سلام خدا به وجود نازنینی که حرمتش شکسته شد، حقش غصب شد، قبرش از دیده ها مخفی است و قدرش از درک ها نهان، که امام صادق علیه السلام وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو تشبیه به لیلة القدر کردن و خدای متعال هم در قرآن کریم فرمودن و ما ادراک ما لیلة القدر. انشاءالله به اندازه‌ای که برای به کمال رسیدن ما نیاز هست در طول عمر زندگیمون، خدا ما رو با معارف فاطمی سلام الله علیها آشنا بکنه و بعد از این آشناییت بتونیم اونها رو توی زندگیمون به کار بگیریم که در این صورت به نظرم به سعادت دو دنیا نائل خواهیم اومد. آنچه که در پیش داریم در همین راستاست. میخوایم از معارف فاطمی بشنویم، البته متناسب با بحثی که در چنین شبهایی داشتیم محضر حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم دولابی عزیز و نازنین که این نوبت هم قدم چشم حقیر گذاشتن. آقا سلام عرض کردم، خیر مقدم و عرض تسلیت. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر بینندگان عزیز و عرض تسلیت به مناسبت سال روز شهادت بیبی دو عالم زهرای مرضیه سلام الله علیها. سلامت باشین، قبول باشه عزاداریاتون و ممنون که بازم قبول زحمت کردیم. سلامت باشین. خب ما بحثمون با آقای ابوالقاسم دولابی عزیز استقامت در قرآن هست و رسیدیم به روزی که نظرم دیگه فکر میکنم توی پلاتو اولم به قول ما تلویزیونی ها حالا میگیم پلاتو، چند کلمه که اول برنامه عرض کردم، به نظرم ایشان مظهر صبر و استقامت در مسیر دفاع از ولایت بودن، هستن و خواهند بود. اگر سلام میدین راجع به این موضوع. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطوری که اشاره کردید حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی ولایت مداری و الگوی دفاع از ولایت هستند و جان مبارک خودشون رو که بسیار بسیار ارزشمند بود، خدای متعال وجود مقدس زهرای مرضیه را در قرآن با عنوان کوثر به ما معرفی میکند. جان شیرین خودش رو این کوثر قرآن و کوثر پیغمبر در راه ولایت هزینه کرد. استقامت ورزید برای دفاع از ولایت. اینجا ما دو تا نکته رو در این برنامه میتونیم خدمت بینندگان عزیز عرض کنیم. نکته اول این که چرا زهرای مرضیه جان خودش رو فدای ولایت کرد. نکته دوم این که برای دفاع از ولایت چگونه حضرت اقدام کرد و مهمترین ابزار حضرت برای دفاع از ولایت چه بود. که این دو تا نکته رو که کنار هم بگذاریم، اون استقامت زهرای مرضیه در دفاع از ولایت برای ما کاملا قابل فهم میشه. اولا چرا و ابزار چگونه. چرا باید از ولایت دفاع کرد و چگونه باید از ولایت دفاع کرد. در واقع موضوع بحث ما این میتونه باشه. چرا باید از ولایت دفاع کرد؟ چون ولایت ستون فقرات امت هست و اگر ولایت فرو بریزد مثل این که این ستون فقرات فرو ریخته و امت زمینگیر میشه. ببینید در آیات سوره مبارکه مائده که من در بعضی از برنامه‌های قبل بهش اشاره کردم، بعد از اینکه خدای متعال موضوع ولایت رو مطرح میکنه در آیه 54 تو آیه 55 میفرماد و من 56 عذر میخوام، در آیه 55 میگه که ولی شما خداست، رسول است و اون کسانی که در حال رکوع زکات میدن اینا ولی شما هستن. بعد میگه هر کس که خدا و رسول و این اشخاص رو که بهشون اشاره کردیم در محور تولی خودش قرار بده، اینا میشن حزب الله و حزب الله پیروزن. زهرای مرضیه میداند که پیروزی امت در گرو حمایت از ولایت است. تمام تلاش زهرای مرضیه برای این بود که ولایت در جای خودش قرار بگیره، چون ولایت ستونه. ستون خیمه اگر جا به جا شد خیمه فرو میریزه. بله. خدای متعال در قرآن سوره مائده آیه 12 اشاره کرده است که ما برای بنی اسرائیل 12 رهبر قرار دادیم. آیه 12 عدد 12 تو این آیه به کار رفته. میگه برای بنی اسرائیل 12 رهبر قرار دادیم
ولقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا. بعد میگه به بنی اسرائیل گفتیم که اگر این 12 رهبر رو حمایت کنید شما سعادتمند میشید، اگر اینها رو حمایت نکنید و اینها رو تنها بگذارید بدبخت میشید. حتی با ترجمه آزاد به زبان خود من. در آیه 13 و در آیه 14 خدای متعال اشاره میکند به سرنوشت یهودیان و مسیحیان که اینا همشون امتداد بنی اسرائیل هستند دیگه. میگه هم یهودیان این توصیه ما رو زیر پا گذاشتن، هم مسیحیان. نتیجه چی شد؟ نتیجه جنگ، اختلافات داخلی، منازعات و درگیری‌های قومی و ضعف و ذلت و زبونی. ببینین آیه 13 رو من بخونم. میگه فبما نقضهم میثاقهم، بهشون گفتیم این 12 رهبر رو یاری بکنید، یاری نکردن، پیمان شکنی کردن. لذا ما لعناهم، لعنتشون کردیم. و جعلنا قلوبهم قاسیه، دچار قساوت قلب شدن. آیه 14 مسیحی ها رو میگه و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء. مسیحی ها این پیمان رو فراموش کردن، ما بین اینها دشمنی و کینه توزی رو جاری کردیم. ببینید خدا نمیاد بی جهت یک قومی رو مبتلای به اختلافات درونی بکنه. خدا یه سازوکاری برای عالم طراحی کرده، هر کس تو این سازوکار حرکت کرد بهره‌ش رو میبره، هر کس فاصله گرفت ضربه‌ش رو میخوره. بله. اون سازوکار اینه که اگه حول محور ولی گشتید، اتحاد، انسجام، اقتدار، قدرت روزافزون، عظمت، شوکت، اگر ولی رو رها کردید و دور ولی رو خلوت کردید و ولی رو خانه‌نشین کردید، ذلت، زبونی، نزاع، کشمکش، جنگ‌های داخلی، خونریزی، اختلافات، این طبیعت نظامی است که خدا طراحی کرده. زهرای مرضی اینا رو میدونه. هم نظام الهی این رو تعیین و تبیین کرده، هم نظام عقلانی انسان هم این رو کاملا میپذیره. احسن باش. یعنی اگر غیر از این باشه سنگ رو سنگ نمیشه که نشده. احسن باش. من حالا اینجا جمله عرض بکنم. در این روزها و شبها زیاد گفته میشه که زهرای مرضیه گریه میکردن در این روزهای پایانی عمرشون. درستم هست، خیلی گریه میکردن. چرا گریه میکردن؟ گریه هایی که با تحلیل ساده درد پهلو و بازوی ورم کرده و اینها جور در نمیاد. ببینید اولیاء خدا درد خودشون رو پنهان میکردن. زهرای مرضیه درد خودشون رو به امیرالمؤمنین هم نمیگفتن. این گریه ها یه حکمت دیگری داشت. این گریه هایی بر تاریخ بشر بود. من اعتقادم اینه که زهرای مرضیه گریهشون یه گریه فرا منطقی و فرازمانی بود. گریه به امتداد تاریخ بود، چون زهرای مرضیه میبیند که وقتی ولی خدا خانه نشین شود، در آینده امت چه کسانی بر مسند قدرت تکیه میزنند. او میبیند که استمرار این مسیر صدامی است که او به تنهایی مایه شهادت حدود 300,000 جوان پاک ایرانی می شود. زهرای مرضی می بیند که استمرار این مسیر تنها ماندن مسلمانان مظلوم غزه است که در یک ماه اندی 15,000 نفر از اینا کشته میشن. زهرای مرضی می بیند که امت اسلام به واسطه اینکه ولایت رو داره خانه نشین میکنه چه بلاهایی در آینده قرار سرش بیاد. او داره میبینه جنگ های داخلی رو، او داره میبینه خونریزی های در طول تاریخ اسلام رو که به واسطه خانه نشین کردن ولایت قرار به اتفاق بود، چون این سرنوشت محتومی است که قرآن اشاره کرده. همینطوره. جالبه در ذیل آیه 12 سوره مائده که اشاره کردم روایتی است از جابر بن عبدالله انصاری از پیغمبر سوال کرد عدد خلفای شما چند تاست؟ فرمود 12 تا خلیفه هم من دارم. خلفای من اگر امت تنها بگذارن رها کنن همون سرنوشت دارن. جنگ، خونریزی داخلی، خونریزی عرض کنم که جنایت،
این وضعیت که شما دارید مشاهده میکنید، بیش از 1 میلیارد مسلمان تو سریخور، ضعیف، زبون. چرا این مسلمان انقدر باید ضعیف باشن؟ چون ولایت رو خانه‌نشین کردن. زهرای مرضیشون اهمیت ولایت رو میبیند، جان شیرین خودش را فدای ولایت میکند و در راه ولایت استقامت میورزد، ایستادگی به خرج میدهد. ما اگر اهمیت ولایت رو بدونیم، باید مثل زهرای مرضیه برای ولایت جان بدیم. ولایت که کنار میرود، همه بدیها تو جامعه انتشار پیدا میکنه. ولایت که باشه، خوبی ها میاد و جلو بسیار از بدی ها گرفته میشه. ببینید ما در همین کشور عزیز خودمون در طول این 40 و اندی سال یک گوشه ای از ولایت رو تونستیم حمایت بکنیم و یه شعاعی از شعاع ولایت اهل بیت علیهم السلام رو در کشورمون استقرار بدیم، مستقر بکنیم. ببینید چه قدرتی پیدا کرده ایران اسلامی که امروز نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یک کلیپی من مشاهده کردم چند وقت پیش، ازش سوال کرد خبرنگار که بزرگترین کابوس تو چیه؟ گفت ایران. گفت کابوس دوم؟ گفت ایران. گفت سوم؟ گفت ایران. گفت چرا انقدر از ایران میترسی؟ گفت ایران در حال تبدیل شدن به یک امپراتوری بزرگه. ایران مگه چی داره که اون انقدرش میترسن؟ ایران شعاع ولایت رو کمی جدی گرفته است. مردم ایران حول محور ولایت، حول محور شعاع ولایت اهل بیت جمع شدن. ببین اگر امت اسلام حول محور ولایت جمع می شدن چی می شد؟ داشتم به همین فکر می کردم. قدرت اول و آخر جهان امت اسلام می شد. تمام. این وضعیت شما ببینید که ثروت‌های جهان دسته مش مستکبر ظالم. آره. زهرای مرضی اینا رو میدید. لذا این که ما شنیدیم زهرای مرضی گریه میکرد بعد از وفات پیغمبر، پیوسته گریه میکرد، دست حسنین رو میگرفت میرفت قبرستان احد کنار قبر حضرت حمزه گریه میکرد، میرفت در قبرستان بقیع در بیت الاحزان گریه میکرد. این گریه بر سرنوشت شوم امت اسلام بود که زهرای مرضی میبیند که این سرنوشت در حال به وقوع پیوستن است. این نکته اول که چرا زهرای مرضی جان خودش رو فدای ولایت میکنه. نکته دوم رو بعد از مرور یکی دو تا از آیات قرآن کریم از شما بشنویم اشکال نداره که چگونه حالا دفاع از ولایت رو انجام دادن که بتونه برای ما هم الگو باشه. بریم محضر نورانی قرآن کریمی که یکی از اون چیزهایی استش که از زهرا بهشون عشق می‌ورزیدن از دنیای ما مسلمان ها. می‌فرمودن که از دنیای شما 3 چیز مطلوب و محبوب منه. یکیش تلاوت قرآن بود، البته نگاه به چهره رسول خدا و انفاق در راه خدا هم 2 مورد دیگر بود. بریم محضر نورانی قرآن کریم برگردیم، دل از زهرا رو اینجوری به دست میاریم و بعد ادامه فرمایشات حاج رو با هم میشنویم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای جلوه آیه های قرآن، ای چهره دلگشای قرآن، زد بوسه به دست تو پیامبر، زیرا که تویی لقای قرآن. در راه علی به خانه وحی، آخر تو شدی فدای قرآن. به روح مطهره و منوره حضرت صدیقه طاهره صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 55 و 56 سوره مبارکه مائده که اشاره فرمودید و دوستان پخش کردن. ما سراپا گوشیم بشنویم چطور و چگونه باید دفاع کنیم از ولایت با تأسی به روش از زهر. خواهش میکنم. ببینید نکته بسیار مهمی در اینجا نهفته است که من به خاطر اون نکته خواستم این بحث رو مطرح بکنم، و اون اینکه دفاع از هر امری باید متناسب با همون امر و با توجه به مقتضیات و بالاخره اقتضاعات اون امر اتفاق بیفته. موضوع ولایت یه موضوعی است که با قلوب انسان‌ها سر و کار داره، با جان انسان‌ها سر و کار داره. اولیاء خدا بر دلها حکومت میکنند، نه بر بدنها، نه بر جسمها. دقیقاً. زهرای مرضیه به دنبال این است که این ولایت را در قلوب استقرار بدهد. خب برای اینکه ولایت را در قلوب ما استقرار بدیم چیکار باید بکنیم؟ آیا میتونیم با شمشیر این کار رو بکنیم؟ نمیتونیم. خیر. اینجا یه سلاح دیگری لازمه.
و اون سلاح تبیینه. اینکه رهبر عزیزمون این اندازه رو جهاد تبیین داره تکیه میکنه، برای خاطر اینکه جریان ولایت قرار رو دلها سوار باشه. اگر بخواد ولایت تو دلها سوار بشه، نیازمند انقلاب در دلها هستیم. انقلاب در دلها با توپ و تانک و باتوم و اینا نمیشه. انقلاب در دلها با بیان امکان پذیره. لذا فرمود فریضه فوری واجب تعیینی است جهاد تبیین و همه باید در حد توانشون جهاد تبیین بکنن. زهرای مرضیه ابزار اصلیش جهاد تبیین بود. لذا در اون لحظه‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام رو مسجد بردند، تو نقل ها هست که زهرای مرضیه با زحمت خودش رو به مسجد رسون، شروع کرد برای مردم سخنرانی کردن. یا اون خطبه فدکیه حضرت معروفه که بعد از آن که فدک رو غصب کردن، که سرمایه اقتصادی ولایت بود، زهرای مرضیه آمد مسجد و پشت حجابی قرار گرفت و یک خطبه ای ایراد کرد که اون خطبه از عجائب خطبه های به یادگار مانده از ائمه معصومین علیهم السلامه، که یک بانوی 18 ساله، اونم با اون وضع جسمی که فرزندش تازه شهید شده و جسمش رنجوره و بیماره، با اون وضعیت که به سختی میتونه حرکت بکنه، خودش رو به مسجد میرسونه و شروع میکنه برای مردم مبانی ولایت رو تبیین کردن و به شکل بسیار ریشه‌ای از مسئله ولایت دفاع کردن. فلسفه احکام رو یکی پس از دیگری بیان کردن تا میرسد به اونجا که خدای متعال ولایت ما اهل بیت رو برای این قرار داد که از تفرقه امت جلوگیری بکنه. یعنی تبیین این حقایق برای مردم. و حالا بعضا نقل کردن، احتمالاً شنیدن بینندگان، که بعضی شبها راه میافتاد امیرالمؤمنین با زهرای مرضیه و حسنین در خانه تک تک مهاجرین و انصار، اونها رو به یاد گذشته انداختن، به یاد قدیر انداختن. انسیتم یوم قدیر، فراموشتون شد. یا در نقل ها هست که عده‌ای از بانوان آمدند به عیادت زهرای مرضیه سلام الله علیها، گفتند که حالت چطوره یا بنت رسول الله، کیف اصبحت عن علتک، در بیماری اوضاع چطوره، بهتر شدی نشدی؟ فقالت اصبحت والله آنفة لدنیاکم قالیة لرجالکم، من در حالی صبح کردم که حال و روزم اینه، از دنیای شما بیزارم، از مردان شما متنفرم. تا میرسد به اونجا که میفرماید و ما نقموا من ابی الحسن، علی با اونها چه بدی کرده بود؟ اینها چرا با علی چنین رفتاری کردن؟ مگر علی ولی خدا نبود؟ مگر علی جانشین پیغمبر نبود؟ که اینا رو من دارم اضافه میکنم ولی سیاق چنین سیاقی است. نقموا والله منه نکیر سیفه و شدت وطئه. فرمود میدونید چرا با علی چنین رفتاری کردن؟ چون علی شمشیر برنده ای داشت، چون علی در جنگ ها گام های مستحکمی برمی داشت، چون علی مقاومت می کرد و دفاع می کرد جانانه از پیغمبر و در این راه در برابر خودش هر مانعی رو که می دید کنار می زد. آیا این پاداش علی است؟ علی که اینطور جهاد کرده است، اینطور جانفشانی کرده در راه پیغمبر. ببینید زهرای مرضیه با بیان خودش به ای نحو کان، به هر شکلی که میتونه تلاش میکنه دلها رو متوجه مقام ولایت بکنه. این مسئله مهمی است که من میخوام در اینجا از زهرای مرضیه سلام الله علیها الهام بگیرم و از بینندگان خواهش بکنم که هر کس در حد توانش در عرصه جهاد تبیین تلاش بکنه. ببینین جهاد تبیین اگر نباشه جای شهید و جلاد عوض میشه. جهاد تبیین اگر نباشه، در همین ماجرای فلسطین اینطور وانمود میکنن، میگن فلسطینی‌ها مقصرن، چرا اینا حمله کردن به اسرائیل که اسرائیل بیاد اونها رو بکشه؟ در حالی که اگر شما حقیقت رو بیان بکنی، میگی بابا اسرائیل 70 سال پاشو گذاشته رو گرده اینا، داره اینا رو خفه میکنه. طرف داره خفه میشه، یه حرکتی
از خودش نشان داده که از این خفگی نجات پیدا بکنه. سالهاست در محاصره است، مواد غذایی به سختی میاد، دارو به سختی میاد. سالهاست عزیزان اینها در اسارت رژیم صهیونیستی هستند که بعد از این جنگ ها تو مبادله اسرا معلوم شد کسانی از زندان های رژیم صهیونیستی تحویل مبارزین و مجاهدین حماس شدن که اینها سالهاست تو زندانن. اینجا آدم میفهمه که ای عجب، پس اینطور هم نیست که به ما میگن که مثل که اینا زندگی خوبی داشتن، یه عده‌ای بیمار بودن حمله کردن به رژیم صهیونیستی و او رو وادار کرد. نه، اینطور نیست. واقعیات وقتی گفته نشه، ببینید واقعیات انقلاب اسلامی باید گفته بشه. این واقعیات اگر گفته نشه اینطور وانمود میشه که مثل اینکه مردم ایران هیچ مشکلی نداشتن انقلاب کردن، خوشی زده بود زیر دلشون. بعضی از دشمنان ما این حرفا رو میزنن، اون طرف آب نشستن در امریکا و بعضی کشورهای دیگه تو این شبکه‌ها فضای مجازی حرفا رو میزنن. مردم زیادی خوش بودن، لذا چون خوشی زد زیر دلشون شاه رو بیرون کرد. این حرفا نیست. شاه فقط در 17 شهریور ببین چند هزار نفر از مردم ما رو کشت در میدان شهدای امروز و ژاله اون زمان. برگردم به عرایض خودم. زهرای مرضیه جهادگر عرصه تبیین و مهمترین عنصر و مهمترین اهرم ایشان برای دفاع از ولایت مسئله جهاد تبیینه. از تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌ها برای جهاد تبیین استفاده کرد. پیاده میرفت تا کنار قبرستان احد، اونجا گاهی اشخاصی با حضرت صحبت میکردن، از جمله یه آقایی است که با حضرت گفتگویی داره، معروف اون گفتگو نقل شده. بله. از حضرت سوال کرد که چرا علی شمشیر نکشید و با شمشیر از حق خودش دفاع نکرد. اونجا حضرت زهرا به یک حقیقت بزرگ اشاره میکنه، میفرماد مثل الامام مثل الکعبه اذ تؤتی ولا تأتی. امام مثلش مسئله کعبه است، کعبه که راه نمیفته بره دنبال مردم باید بیان سراغ. این اشاره به همون نکته است که عرض کردم که ولایت با قلوب مردم سر و کار داره. بعد دلها متحول بشه، دلها خودش به سمت ولایت سوق داده بشه. انقلاب ما انقلابی بود بر پایه تحول در دلها، استمرار این انقلاب هم بر پایه حفظ دلها و حراست از دلهاست و باید مراقب باشیم دشمنان ما این دلها را تحت تأثیر قرار ندن و سم خودشون رو در دلهای پاک مردم ایران تزریق نکنن. خیلی ممنونم، استفاده کردیم. کاش وقت بیشتر بود و بیشتر استفاده می‌کردیم. اما ندارین. متشکرم. اجرتون با حضرت زهرا. موفق باشین. زنده باشین. تا ابد این نکته را انشا کنید. پای این تومار را امضا کنید. هر کجا ماندید در کل امور رو به سوی حضرت زهرا کنید. یا زهرا.